این سمینار که به مناسبت پیشواز از 24 اسد روز پیروزی مجاهدین امارت اسلامی از سوی امارت ورزش و تربیت بدنی ولایت کاپیسا برگزار شده بود، در آن 70 تن از ورزشکاران کیوکوشین کاراته موتسوی از ولایت‌های کابل، لوگر و کاپیسا اشتراک ورزیده بودند که توسط نماینده سازمان جهانی این رشته در افغانستان آموزش داده شدند. امروز 34مین دوره سمینار آموزش استاج فنی و داوری تحت نظر این جانب با همکاری ریاست محترم تربیت بدنی و ریاست محترم فدراسیون کاراته سمینار فنی، استاج فنی و تکنیک های جدید پیشرفته جهانی برای از ورزشکارا آموزش دادیم. تکنیک های پیشرفته و تکنیک های پیشرفته جهانی را فرا گرفتن که انشاءالله به مسابقات های فردا بتونن از تکنیک های پیشرفته جهانی استفاده کنن و قهرمان های خوب بشن. قسمی که در تصویر مشاهده میکنیم ما شاهد سمینار یک روزه کیکوشین کایکان کاراته موتسوی هستیم که حدود 70 ورزشکار در سمینار اشتراک کردن از 3 ولایت و این مسابقات به مناسبت سمینار به مناسبت 24 اسد پیروزی مجاهدین امارت اسلامی افغانستان برگزار شده است. از سوی هم ورزشکاران راه اندازی این سمینار آموزشی را در راستای تشویق و ارتقای مهارت‌هایشان مهم و ارزنده عنوان نمودند. د لوګر څخه کاپیسا ولایت راغلی چې د اسد څلورشتمې په مناسبت باندې دلته موږ سمینار نیولی دی چې په دغه سمینار کې خاص د اسلامي د امارات د روش په خاطر باندې چې اسلامي امارات په دغه ورځ باندې برای ترلاسه کړی ده. د دغه سمینار نه تقریبا چې هیڅ نه وي 25 نه زیات حرکتونه موږ یاد کړي دي او ان شاء الله دغه ټول ورزشکاران ورته چمتو دي که کوم حرکت لري ورته کولی میشي. امروز سمینار بسیار عالی برگزار گردیده بود که در این مسابقات ما تونستیم بسیار حرکت‌های خوبی را آموختیم که این مسابقات ما را میتونه به مسابقات ملی و بین المللی راهپیمایی کنیم و بتوانیم به مسابقات بین اشتراک کنیم و افتخار کسب بکنیم. قابل ذکر است که فدراسیون پاورلیفتینگ ولایت کاپیسا نیز مسابقات وزن برداری را در رده‌های سنی مختلف با منظور انتخاب چهره‌های برتر به تیم ملی میان 30 تن از ورزشکاران این رشته برگزار نموده بود.